هفسرک مجلس گلا ورگاه پنابران احمد مخموری فیلیز بوداک دیار کرد گوبانگ آشتی و جواک دموکراتیک یاری بر عبدالله هوجلان گود 27 سبات دکر لکردستان ترکیه و در وی ولاد دنگ ودایا فیلیز بوداک گوت یاج دست مها داین جواک بوی نامه و امجن دکارن جواک بوی بدست بخن لی اویا که تنی بمسوگر کرن آزادی فیزیکی یاری برتی دکار پیک بینن 27 سبات 2025 ریبرتی را گاندی رژی ام تینم بره بوی بانگر زیرتر ام کتن و فرقی کو ارکو برپرسیارتی لسر ملی مجنا هنگرانتر ام تینه پیشنگتیج 100 ساله که اوج شورش جنرا بکن ام پیشنگتیج خلاص بوینا خوازاج خلاص بوینا مروواهی را بکن و کی جن حکم بجن ارکو برپرسیارتی مچنه دوی پی واجویده زیرتر خو آواکرنا پرگال نتوا دموکراتیک ارکو برپرسیارتی می یکمینه اجبر ام به پرگال شرددن مشاندن ام ذهنیت شرددن مشاندن ذهنیت تا ظلام سالاری اکو هم د ظلام ده هم جد جنه ده هاتیه چاندن پیوستم خواجی خلاص بکن اف بزانستا جنولوژی پیکاند به گشتی چاند نتوا ین هی دقر کرنه کرا در باست که کد روشلات ناوین ده خودیه و چاندن خامالی و خاکینه مروف بکار به وانا به خدبن مرتاله کی پاراستنی ده اف ارکو برپرسیارتی می جنه کو ام بکاربن پیشنگتی جویاره بکن به گمان ام ویا چا پیک بینن به آزادی فیزیکی ریبرتی مسوگر کردن را ام دکارن پیک بین چونگو یکو و فکر ده یکو و ذهنیت آباد که یکو و پارادایگمای آباد که ریبر آپویه و تکوشینا ریبرتی تکوشینا گریلا تکوشینا گل کرد دشمن نه آنیا بردریک نچاره گاوه کی باویجه لهینا دوی گاواوتنه ده دو دلیجیان دیگه چما اجبر پرگال خویا آوا کریه تایبت کومارا خویا کو آوا کریه لسر اساس انکار و امهای کردان آوا کریه جبو حتی